تو خودت رو عذاب نده. من این بازی را خودم انجام میدم. هیچ کس از جایش نجنبد. بازی به انجام رسید. تو مردی بلته. هنوز من بازی را به انجام نرساندم پسر. یه را با من ده. راه گردید. تو برای چه احساسات رو پنهان کردی جاهید؟ این کار رو با احساساتم آمیخته کردن نخواستم. من این طور صورت گرفتن کار رو هیچ تصور نمی کردم. هوش و گوش من تنها به انتقام بود. مرا ببخش صفیه. آره من تو رو استفاده کردم، اما برای به آنها رسیدن واسطه یگانه تنها تو بودی. جاهید، من میدونم که برای تو چقدر عزیز است انتقام یکم رو ستاندن، اما از این بعد من چیکار میکنم؟ این مرا نگران کرده است. من راهم رو دوام میدهم. برایم چیزی دیگر از این بهتر نیست. تو هم همش رو فراموش میکنی. همین قدر آسان است مگر؟ جاهید، برادرم ففتیده است. او رو دیگر برگرداندن نمی شود. یکی با تو یگون واقعه رخ دهد. من تا قصاص یکم رو نگیرم زندگی برایم حرام است. برای همین از جانم هم گذاشتم. اگر در کار باشد احساساتم رو هم گور میکنم. صفیه، احساساتی که نسبت تو دارم کاری مرا مشکل میگرداند. خواهش میکنم مرا بفهم. نه جاهید، انتظار نشد که تو رو من میفهمم. من همین خیلی آدمم صفیه. اندیشه کن. همین خیلی آدم رو مگر دوست داشته میتوانی؟ همین جاید. آتش کشاید. با پشتی من بگذار. زود. جاهید، چی گپ است؟ اینها کیستند؟ سپاهیان ارمگدان با سپاهیان کگته به هم درفتیدند.
کار پوست رو چی کردی تیمور؟ حاضر در دست پلیس است جناب. با ادوکات صحبت داشتم، فرمانهایتان رو رساندم. زندانی شدن او شاید نظر او را به دنیا تغییر دهد. تنهایی بهترین آموزگار است تیمور، مثل تنهایی حضرت یوسف. خیر رفتیم. برای برآمدن حاضری؟ جناب یک مشکلی هست. چی گپ است؟ از ارمگدون جاهید را نظارت داشتند. با کگته برخورد داشتند. تلفات داریم؟ نه جناب. جاهید و صفیه چی؟ جاهید خانم صفیه را گرفته از جای حادثه دور برده است. از این رو من هم به دست فرمان دادم که خود را خفا بکشند. خوب کردی. بگو تیمور، چیزی گفتنی داری؟ جناب طبق مسئولیتی که نسبت به خطری شما برداشت دارم، امروز صبح بسیار نگرانم. ولی وقت با دشمنان قتال به ویژه ارمگدون برخوردنمان، من خطر عاید امنیت شما را بیشتر احساس میکنم. چی میشود اگر ما جاهید را بیاریم؟ شرط نیست که شما بروید. این کار هم خطرناک است. جاهید تا مرا نبیند، چیزی که به او نگویید به شما باور نمی کند. اگر نخواهد هم از روی مقتضای کسبش با شما برخورد می کند. من این را به هر دوی شما هم روا نمی بینم. جناب هر چقدر خوفناک باشد هم اگر به من اجازه دهید من این کار را به فرجام می رسانم. این وظیفه من است. اما شما را از خوف و خطر دور نگاه داشتن این وظیفه اولین من است. من تو را می فهمم تیمور. وظیفه نخستین من نیست کردن دشمنان پیران است. ولی این زمانها جاهید با همان موقعی که دارد از همه کس مهمتر است. تو وظیفه خود را اجرا کن، من از خودم را. برای به وظیفه دیگر کار را آغاز کردنت باید رویت را جراحی بکنی. برای تو همه شرایط مهیاست. همان جراحی که چند پیش پولاد را کرده بودند؟ بله. در این حال زیستن بسا مشکل است. حتی پولاد علمدار هم به این طاقت کرده نتوانست و خودش را آشکار کرد. میدانم که این آسان نیست، اما تو امکانی دیگر نداری. پیری بزرگ تنها در همین شکل فعالیت تو را تقدیر میکند. مرگ مرا چطور به وسایط اخبار اعلان میکنند؟ پیری بزرگ یک نقشه به این مربوط دارد. یک حادثه ناخوش تشکیل میکنیم، پس آن برای تو شناسنامه دیگر آماده میسازیم. اگر خواهی حاضر بیرو و با نزدیکانت خیر و خوش بکن و بگو که به یک تعطیل دور و دراز میبری. وقتت خیلی کم است. باید با همکارم هم خیر و خوش بکنم. تنها با خویشاوندانت. او به من بسیار نزدیک است، مثل برادر است. من باید از احوال خود او را آگاه کنم. این را از فکرت دور کن. شبهناک میشوی. با او هم میگویی که به یک تعطیل دور و دراز رفتنی. پیری بزرگ نسبت این فرمانی قطعی برآورده است.
зинда будани туро набояд касе донад. барои ин гузаштаатро пурра фаромӯш мекунӣ. ман барои муҳофизати ту як дастаро вазифадор мекунам. мурод, ту ниҳоят мефаҳмӣ ки оиди ту ин қарори дурусттарин аст. ту он парвандаеро ки мо мехостем омода кардӣ? ҳар чизе ки ман оид ба монистони шевалия медорам дар ин парванда ҳаст. инҷо ду мавзӯе ҳаст ки ба онҳо аҳамияти хоса мегузоранд. якумаш кӯшиши пурзур кардани алоқаҳое ки метти бо истихборот дорад. дуюмаш баланд бардоштани эътибори аъзои вақфе ки ба он сафия қарахонлӣ сарвар аст. ҳамкори ту сарӣ дар вақф аъзо аст? ӯ танҳо бо хоҳиши ман онҷост, вагарна ба монистони шевалӣ ҳеҷ иртиботе надорад. ҳамин ҷо аст янгар. به فکرم انتظار کردم. ببخشید. یگان واقع شد؟ من از شما خواهش کرده بودم که به او شراب ندهید. به فکرم نفهمیدید. من تنها خواهش علی رضا را اجرا کردم. گپ را زیاد نمی کنم. اگر باری دیگر به علی رضا شراب دهید، من میدونم با شما چیکار کنم. این کارتان را دیگر تکرار نکنید. گپ های مرا فهمیدید؟ با شما میگویم. البته خانم لاله، ببخشید مرا. من هیچ کس را رنجاندن، ضرر رساندن نمیخواستم. میرویم علی. در کجای علی؟ اومده ایستاده. تز بیاید. دو پلیس آمده است. مایلشه که مایلش. چه شد علی؟ یگان مشکلی بوده است؟ به خانه پلیس آمده است. چرا؟ نمیدونم. رویم میفهمیم.
یگان کس هست؟ من قفا رو بینم. سلام علیکم. کی رو میکوبه؟ سلام علیکم. صاحب خانه شما هستید؟ بله. این آدمانی در رسم بوده رو میشناسید؟ در این اطراف ندیدید؟ نه ندیدم. یکون گپ شده است محترم پلیس. این دو کس غیب زدند. همین ها رو میکوبیم. در جستجوی ماشینشان تا به همین جا رسیدیم. خواهش میکنم اگر آنها را دیدید خبر دهید. خوب شده سردار، بفرمایید. خوب. چی میخواستند لاله؟ دو شخصی گم شده رو میجستند. اگر ما را عیناً به همان یک حجره می انداختند. پشه هست اینجا که امداد خونگاز دارد. یکون آواز شنیدی؟ من ناراحت نیستم و پشه سر و کار ندارم. قاسمی اینها از حاضر امداد گفتن را آغاز کردند کو. تو از کی اجازت گرفتی که نام مرا به زبان بگیری ابله؟ تو هم راست میگویی. نامت به خودت نصیب کند. من تنها آن را زیر پایم گرفتن میخواهم. شما می توانید برایید. بالتا تیری که در داخل آن امانت مانده است. خوب نگاه بین کن. مال هر کس در دستی من نمیماند پسد. حتما خواهد گرفت. چیکار میکنیم چقیر؟ با عکیف خبر میدیم؟ با هیچ کس خبر نمیدهیم. از این پس عکیف را فراموش کنید. ما باید در این را با نیروی خود مبارزه بریم. من گمان کردم که در این کار از جانب دولت موظف گشتیم و در پشت ما دولت ایستاده است. کدامی از شما پسر چقیر است؟ منم. غیر او آمدتان برایید. او برای چی میماند؟ او را ما به محبس میبریم.
شما بروید و هرچی که من گفتم یک بار دیگر خوب فکر کنید که با من میمانید یا نه. البته ما با تیم. ما همراهیم پسر. من تنها فکرم رو گفتم. طبیعی است که همراهیم. کنی زود باشد، زود باشد. درد این ایوان چیست در ارتباط با تو؟ در سربستان او همانجاست، در آذربایجان او همانجاست. حاضر میگوید که بیا از سوریه شمیل را بگیر. این شمیل یک انتقام داشت که با تو هم آن را نقل کرده بود. اینجا یک کاری ناتمام مونده است. با یک کس حسابی کردنم در کار. شمیل از زیستن هم والاتر است؟ والاتر است که. پس من تو را کاردار نمیشم. نتیجهش رو میدانی که او نمیداند که این کاری شمیل است، وگرنه حاضر شمیل زنده نمیماند. من به این پورا باوری دارم. حاضر ما از کجا میدانیم که او زنده است یا مرده؟ تا رفتن من شمیل را نمیکشند. خوب و قره، تو آخر مسئولیت راهبری درفش سیاه را به دوش داری. میدانم او پولاد. حاضر او آدم مرا انتظار است. من اگر روم جای شمیل را یافتن آسان میگردد. اگر آن آدم تو را میخواسته باشد بسیار خفناک است. تنها آنجا رفتنی تو نادرست است. در پهلوی تو باید آدمان باشند. خوب من خودم آدم ها را میابم. عکیف، محمود و آقای ذوالفقار با تو می روند. محمود ذوالفقار را می فهمم، اما عکیف اگر اینجا نباشد تو خودت به او چیکار میکنی؟ او هم اگر شمیل را بشنود در جایش قرار نمیشیند. من و تیمور یگان علاج میکنیم. شما هم زودتر کار را به فرجام برسانید. عبدالحی هر چه گذشت. پولاد ببین، می نویسم. روبا 1000 جا را گشته باز به مکان خود برمیگردد. همین طور. مرا ببخش، آب را گرم کردن نتوانستم. حساب کنه که میپرتایند، برای همین.
خاموش دمت را بگیر. خاموش. خاموش باش. من حاضر می آیم. بفرمایید جناب پلیس، من چی خدمت کنم؟ این آدمانی در رسم بوده را دیده اید؟ ندیدم. راستی گپ محزون شدم. باز یگان سوال دارید؟ نه نداریم. ببخشید که ناراحت کردیم. شب بخیر. شب بخیر. نیستان نجوم. من نگفتم که از جایت نجوم. احمق. احوالش را بینید. افسوس، صد افسوس. صورتی تو را نگرفتم. صورتی تو را گرفتن نتوانستم. اینقدر خودت را نخور که در عملیات موفق نشدی راسکول. ما توفیل شما گماشته را که میان ما بوده است دستگیر کردیم. تو هم او را میشناسی؟ کی؟ مراد، یک گماشته که ترکا او را میان ما پرتافته بودند. او شخصی است که از عملیات تو در ایران جایی بود و باشی بران روس، حتی به مرگ همبازی تو ایگر دست دارد. مراد، به خیالم او هنوز در حیات است. وقتی به استانبول رسیدن من تحفه بسیار مهم او خواهد بود. من او را میخواهم. کی؟ مراد در دستمان نیست. او را ما با راهبر بیرژه لندن عوض کردیم. ما علاج دیگر نداشتیم و اکنون دستگیر کردن او بسیار مشکل است. من به خاطر این کار به ترکیه آمدنیم. اگر آن را تو یافته نتوانی من میابم. маълум мешавад ки раскол то муродро накушад ором намешавад. ҳақ ҳам аст, чунки бо игар бисёр наздик буданд. шояд мурод кайҳонес шуда бошад. худаш бирафту ба сари мо расколро бало овард.
метавонам бароят муродро биёрам. сари дӯсти наздиктарини ӯст. агар ман ӯро мутмаин гардонида тавонам, муродро ёфта меорад. сари агар ин корро кунад, подошашро мегирад. нафаҳмидам ки чаро одамонатун маро таъқиб мекунанд. дар партави ҳаводисе ки дар ин авохир ба вуқӯъ пайваст, мо воситаҳои амниятамонро афзудем ҷоҳид. ин танҳо барои ту андешида нашудааст. аммо ман бояд аз ин вазъият хабардор мешудам. шояд ягон ҳодисаи нохуш ба вуқӯъ мепайваст. кгт сафияро назорат мекардааст. лоақал инро фаҳмидем. ман амнияти худро таъмин карда метавонам. агар зарур бошад аз шумо ёрӣ мепурсам. агар аз бовари касоне ки бо онҳо мулоқот мекунам бароям ҳеҷ кор карда наметавонам. хуш омадед. эваллоҳ. шуморо интизоранд. бектош, ту ин ҷо интизор шав. марҳамат. хуш омадед оғои зулфиқор. ин кас оғои маҳмуд. бифармоед. мо шиносем бо оғои маҳмуд. оғои маҳмуд саломат бошанд. дар ҳар кори моро хуб истиқбол мекунанд. аслан ту саломат бош. дӯст дар рӯзи бад маълум мешавад. тамоми бародароне ки ин тараф кӯчидаанд аз ту миннатгузоранд. астағфируллоҳ. акиф, як муддат Истанбулро ба ҳолаш гузоштему. бачаҳоро полис бурдааст. чӣ тавр шумо ба ихтиёрашон гузоштед? инро пасон маслиҳат мекунем оғо. ҳоло кори аз ин муҳимтар ҳаст. чӣ шудааст? шамилро дар сурия ҳамчун асир нигоҳ медоранд. шамил дар куҷо будааст акиф? то ҳол дар куҷо буданашро намедонем. ба фикрам дар он ҳабсхонае ки турубадорро ҳабс карда буданд. агар ин ҷо намеомадам, эҳтимол ман ҳам ҳамон ҷо мебудам. аз як сӯ қара, аз сӯи дигар мо кофтуков дорем. шумо ҳам аз алоқамандонатон ки дар сурия доред, то ҷое ки фаҳмидан имкон дорад, бифаҳмед. иншоаллоҳ то пагоҳ мавқеи дақиқи ӯро муайян мекунем. фарз кардем ки бо розигии худо ёфтемаш. нақшаҳои баъдӣ чист акиф? ана боз хубтар шудаӣ исмоил. мебинам ки хубӣ. боз бо ман мешавӣ. ташаккуратро бо корҳои кардат изҳор мекунӣ. биё аз худи аввал бо ту як маслиҳат бикунем. ман ҳозир вазъиятро бо забони худат мефаҳмонам. гапро кӯтоҳ мезанӣ. номи ту алаброс аст, фаҳмидӣ? гапи беҳуда намезанӣ. ана боз беҳуда сухан мегӯӣ. тамом гуфтам ку тамом. тарошатро ба таъби дили муштарӣ мекунӣ. яъне суханҳои мисли барои чӣ ин тавр шуд, ин тавраш хуб мебуд, фалон хел хело хуб буд, баҳману бостори зиёд ҳам ба фарҷом расид. муштарӣ агар риши бузона ҳам мехоҳад ҳамонро мекунӣ. бисёр хуб, офарин. овоз бароварданро ҳам партофтӣ. асоси корро ҳам фаҳмидӣ. офарин. гӯш кун. дар касби мо устураро ин хел дошта ана ҳамин тавр истифода мебарӣ. ҳаст абебебеба ҳам ҳаст, абабабаба ҳам ҳаст. ҳама чиз ҳаст. фаҳмидӣ? эй исмоил, гӯш бикун.
اگر یگان دوست داشته باشی پیشکی میگویم به تو ترک این کار ها میکنی، فهمیدی؟ آفرین. بگیر این را به سرت بیانداز تا که تر نشود. الهی زودتر برای دکه. تشکر دادر جان. ای متین، برای گپ زدن از من اجازت گرفتی؟ ای متین، تو این را چقدر شسته ای؟ اکا میدانید که آبی گرم نیست. 2 بار شستم ولی تازه نشده است. بیا این را از نو شو. خوب اکا. لالا، برای کار دیروزا نرنج. برای عادت کردن به طرز حیات نو من بسیار عذاب میکشم. اکنون به یگان قرار بیایی خوب میشود. من به قرار آمدم. امروز روز نکاح ماست. این چی طور می شود عبدالحی؟ ما حتی شناسنامه نداریم. شناسنامه را علی حل میکند. کی ما را نکاح میکند فکر کردی؟ این را ارهان حل میکند. این طور باشد از تو تنها یک خواهش دارم. دیگر شراب را به دهانت نگیر. قول میدهم.
جاهید، تو از خود آغاز قدم‌های استوار می‌گذاری. منظور من مناسبتی تو با صفیه است. با صفیه برای وقفش ملاقات میکنم. میدونی که به نزدیک مراسم کشایش وقفه است. تو از تخمین من دیده با عقل تر بوده ای جاهید. بسیار غمگینم که مراد دیلی تو رو شکست. برای صفیه محزونم. او هیچ نمیفهمد که تو برای شهرت و شان خاندانی او با او نزدیک میشوی. استاد با من این رو داد، اما من حتی نمیدونم که چطور آن رو استفاده میبرند. هیچ چیز نگفت. تو آگاه هستی؟ تو فعل این تو به گروهی آنها داخل میشوی. وقتش که رسید البته به تو برخی وظیفه های خاصه میدهند. از عهده اجرای آنها که برآمدی، سزاوار شامل گشتن به شورای نزدی کشیشی بزرگ خواهی گشت. کارهای را که مرا موظف میگردونن به صبرانه منتظر میشوم. تو از کجایی؟ از ترکیه. خدا نجات دهد. السلام علیکم و رحمت الله. هممون را. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای الله تعالی به حبیبی تو محمد صلی الله و آله و سلم صلوات از ما باد. ای الله تعالی خداوند متعال، همه حالت ما به تو معلوم است. ما را در نیمه راه حیران مگذار. این ظالمان را گرفتار قهرت بگردان. مظلومان را از ظلم ظالمان رها بکن. به عملهای ما سازگار بخشایش بر ما عطا بکن. ای الله تعالی من از تو باور دارم، من از تو التجا دارم. و ما یاری بده، ما را از کمک خود محروم مساز. آمین. خوش آمده جناب. خوش آمدن. خوش آمدن. خوش آمده جناب. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمده جناب. خوش باشید. بفرمایید. بفرمایید. خوش آمدید.
ҷойи ёфтаи мо инҷост. ҳабсхонае ки пурсидед инҷост. ҷойи фурӯши силоҳ бошад инҷост. خیر، این خریطه دپو است، ولی با راه مقرری چطور به آن میرسیم؟ راهش درازتر است. به این طرف میرویم. چی گپ شد؟ چی گپ شد؟ شدیدیان اما با احتیاط باشه. آفرین، به من ده. بکتوش این آدم ها از کجا پیدا شدن؟ اینجا را تازه میکنیم. بکتوش زود باش میرویم. خواهرم طاقت بکن، طاقت. کودکم رو نجاتی. طاقت بکن. وای به شما امانت. خوب. اشهد ان لا اله. آب بیار، آب.
تو خبر نداده به اینجا نمی آمدی. چه شد؟ هیچ گپ نه، تنها برای دیدار آمدم. خوب هستی؟ بسیار خسته شدم. یک مدت دم گرفتن میخواهم. به این سخت احتیاج دارم. در کجا؟ نمیدانم، اما یک مدت در اینجا نمیشوم. شاید به آفریقا، شاید استرالیا. میخواهم یک تعطیل دور و دراز بکنم. ای دوستم، تو بسیار جدی. به آن جایهایی که حتی آرزوی دیدنش نمی کردیم باید بروم. یعنی سینبادی دریاگرد میشوی؟ تو بیرو تعطیلت رو بکن، اما وقتی که برگشتی از این آه و ناله رها بکن. خودت را خواهش میکنم. همه کارها را به تو وامی گذارم. در شرکت وکالت گذاشتم. تو حتی همه چیز را هوشمندانه به فرجام رسانده بوده ای کو. تو از این کارا پروا نکن. من همش را حل و فصل میکنم. خیریت که تو هستی سری. ها واقعا سری، بیا از کاری وقت براییم. چی گفتی؟ چرا؟ من گمان نمی کنم که از این کار فایده میگیریم. تو بسیار خواهش داشتی کو؟ تو در این مسئله به من باور بکن سری. هر چی که تو میخوایی. من باید بروم سری. بروم آمادگی بگیرم. خودت را احتیاط کن دوستم. چای دم کردم. به هر حال به اینجا خوش آمدید که نامی من متین است. خوش باش. تشکر زیاد. سلامت باش. کم نشوی دوستم. لعنتی، به تو کی گفت که با او چای ببر؟ اینجا بیا. امروز که از ما شطن نخوردی همین کار را کردی. اینجا بیا. اینجا بیا ابله. تو باز گپ را گوش نمی کنی ها؟ هر کس حدش را باید بداند. اینجا صاحب دارد. فهمیدی؟ صاحب دارد. اکا نزنید. باز تکرار میکنی؟ دیگر تکرار نمیکنم. نزنید اکا، التماس نکنید. بس است. کاری تو چه ابله؟ بس است. 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 بس. بس است. بس است. بس است.
از معلوماتی که از استنطاق به دست آوردیم تا به خواجه هم رسیدیم. میخواهم از همه واسطه های استفاده ببرید تا به خواجه برسیم. آید به خواجه چی نقشه دارید؟ او را از میان برداشتن میخواهم. وی شخصی میباشد که با ما بسیار تماس گرفته است. حتما باید زنده نماند. خواجه برای ما دسترس نیست. پس از این حادثه امنیت او را خوب به راه ماندند. تو در عملیات تنها نیستی. با ارمگدون همراه آن عملیات را برگزار میکنید. چگونه عملیات را تحریزی میکنید؟ برای به تنظیم در آوردن سوءقصد خواجه جا و وقتی مساعد را یافتن میخواهم که تحقیقات مفصل را خواستار است. میته من دوستمان برهان را که گمان داشتیم در صدمه مشهور طیاره برهم خورده است انتخاب میکنم. این هم از آدمان ما صبری باید. زنده ماندن او مثل ما پنهان و نهان است. در مقیاس کشوری ما آن صدمه خیلی دهشتبار بود. مرا آن صدمه خیلی محزون گرداند، ولی زنده ماندن این آدم ما را بسیار خرسند کرد. برای قره بسیار مناسب است. کی میداند چقدر خدمت‌های شایان باز برای ملت و وطنی ما خواهد کرد. این چنین با شما کار کردن برای خودی او خوب است. من هم به خاطر وضعیت کنونی تنها با برهان کار کردن میخواهم. با اردم که تقریبا مثل برهان در کار پیروز است، آنها همراه سازمان امنیت را راهبری میکنند. اما اردم شخص نمایان سازمان خواهد بود. وظیفه اولین آنها این است که هنگامی به هم آمدن اعضای هیئت مثل پیشترها امنیت آنها را باید تأمین بکنند. فهمیدم جناب. چنان که میدانید امروز یا فردا به فعالیت آغاز میکنند. این درجه امنیتی ما را از لحاظ تکنیک خیلی بالا میبردارد. گذشته از آن همان کار تحت نظارت قطعی ما قرار میگیرد. عملیات هایی که برای بازار مالیات انجام میدیم برای نظارت فاندهای تقسیم نشونده و مجرای آنها ما میتوانیم فایده زیاد بگیریم. وضعیت آخرین سازمان های مالیوی ما چطور است صبری بای؟ جناب، ما به آن کشورهایی که شما خواسته بودید کمک کردیم. بسیار خرسند شدند و به ما مینتداری خود را ایثار کردند و در ارتباط با این به ما پیشنهادهای مهمی هم کردند که به نفع کار ماست. اگر شما اجازت میدادید ما با آنها کمک تکنیکی برای پیاده کردن پیشنهادشان میفرستادیم. بسیار فکر خوب. ما حتی با یک کمک تکنیکی اکتفا نمی کنیم. ما در برخی بخش های فعالیتشون آنها را حتی با تکنولوژی والای خود برخوردار می گردانیم. شناسنامه رو به نام کی میکنیم؟ علیرضا جندن. حجت های دیگر اینجاست. فهمیدم. هوشیار باش. هیچ کس باید نداند. همینجاست. آره همینجاست. دکتاش باز در یگان چراغک سرخ یک ماشین را نداری، فهمیدی؟ بگیر کو تو هم یک ببین عکیف، یکی غلط نکنیم که بسرمان بلا بگرده.
چی گپ است؟ کیستان آنها؟ 2 نفرند. آتش کشاده گریختند. پس چرا ایستاده اید؟ بیروید بدارید آنها را. فریب خوردند. کار را آغاز میکنیم. آقای ذوالفقار، شما ها انا در آنجا با بچه ها ما را با آتشتان پوشانید. خوب شده است. شما در اینجا مانید. من راست هجوم میکنم. حکیم مرا حمایه کنید. به این طرف گذار. حکیم بیا. زیر کن. کو اینجا بیا موشی تگیمیز. گذار. آدمان شدید را کی میبرید گپ زن. گپ بزن ابله. نه انتقال داده بودیم.
گوش کن، زنگ میزنی و مطمئن میسازی، فهمیدی؟ زنگ زن. از دکتر دندان هنوز خبر نیست؟ زنگ زدم، جواب نداد. برمیگردد، همه‌اش خوب میشود. آدمان زیاد را باید استنتاق بکنیم. باز زنگ بزن. زنگ را میزنم، به او نفرت دارم. هر وقت که خواهد خودش برمیگردد. با کماندان گپ زدن میخواهم. او در اینجا نیست. بیاید میگویم با شما زنگ زند. بگو، این بسیار مهم است. کماندان، این بسیار مهم بوده است. این چیزی مهم چی بوده است؟ من مالهای دارم که تو را بسیار خوشبخت میگرداند. مال اسرائیل باشد، مرا بیهوده سرگردان نکن. من تو را یگان بار در حالت ناینجار ماندم. اگر مالها را بینی، سودا کردن را هم فراموش میکنی. تو حالا سودا کردن را سر کردی کو؟ این در خونی تو است. پس بسیار خوب، من فوراً میآورم. من یک کس را میفرستم. مثل دفعه گذشته یگان مشکلی ایجاد نشود. بگو و میخوریم. تو دم پرتافتی ابله. برای چی نگفتی که حاجت آمدن کسی دیگر نیست؟ در این اواخر در راه ها بسیار هجوم ها می شوند. برای همین. چیکار میکنیم؟ خیر، راه بلدمون می شود. من میدونم که تو حاضر مسئله لیلا را از من پرسان میشوی. خواهر لیلا، اسرا و دوستداری او برای من. فهمیدم سری. من میدونم قولی رو که نسبت آن وعده داده ای عزیز میداری. اما حاضر مهمتر یک مسئله دیگر هست. بشنوی اگر حیران میشوی. تو را گوش میکنم. مراد دیگر اکنون بران نیست. به تو فعلی تو ما فهمیدیم که او خائن بوده است. یعنی اکنون همه تومن و هر گونه سنگر در راهی به برانی رسیدن من برداشته شده است؟ آره، اما آخرین کار و اویدین باید انجام بدهی. از من مراد را میخواهی؟ زمانی به پوست برگرداندنی امانتش فرا رسیده است. آره اکا. تو همه‌اش را آماده کردی؟ کاریو تمام است اکا. آدمی ما در محبس اشاره ما را انتظار است. مگیر.
آمدند. اینجا آب این طرف. آی میانم کجا آماده اید رضابای؟ بفرمایید. آماده ایم. شما رو انتظار بودیم. سلامت باشید. سلامت باشید. در کجا نکاح را برگزار میکنیم؟ میره هم بای. بفرمایید. ها این طرف. ببخشید. همه حاضر باشن سر میکنیم. حاضریم. آغاز کنید محترم مأمور. چنان که مصلحت کرده بودیم کو تیز باید به انجام برسونیم. شما خانم لاله بنت اصلان بای به یگان نفوذ از جانب کسی دیگر خواهشمندانه جناب جندل را به شوهر قبول میکنید؟ بله. شما جناب علیرضا جندن با خواهش دل خود خانم لاله بنت اصلان بای را به زنی قبول میکنید؟ بله. شما شاهدی میدهید؟ آره. من هم با استفاده از وظیفه که به عهده من گذاشته شده است شما را زن و شوهر اعلام میکنم. تبریک. کاش که اکای فولاد هم این لحظه ها اینجا می بود. بیا ایران. چی شد؟ برای رسم گرفتن یک رسمی ما رو میگرفتن. میگیریم البته. کنی نجنبید. خنده. کنی باز میگیریم.
این آدمان چنون میترسانند که عقلش به بازی میدراید. یک گوشش رو کشیده مانند، بعد سرمان دیگر درد نمی کند. تو از ما چی میخوری؟ چی میخوایی؟ تو چی کار کردی ابرو؟ به مقصدت رسیدی اکنون. چیه پس؟ سببی مرگ دادرم تو هستی. ابرو خانم شما را مجبورم گرفته برم. مادر جان! مادر جان! پشیمان نیستم که تو را دوست ندارم. تو مرا انسانی خوب گرداندی، برایم زندگی را زیبا نمودی. امیدوارم به شما در کار می شود. مرا برای کمک شما موظف گرداندند. اگر یگان چیزی نفهمو در پرونده باشد با من در تماس باشید. من میخواهم این روز رو با کسی جشن بگیرم که به ما از همه کمک بزرگ کرده است و با او عرض سپاس بکنم. برعکس من از شما سپاسگزارم که کلکسیای مرا با یک اثر بزرگ دارا گرداندید. شما مرا حیران کردید. من یاد ندارم که کسی رو از ترکیه دعوت کرده باشه. جاهید، صفیه، ببین من تو رو با کی شناس میکنم. اکا چای میخرید؟ بیده دادر جان. ماه بگیر. سلامت باشید اکا. خنده من هیچ نمیگذارد جاهید. از اینجا که بر آمدیم میرویم او ساعت را از انتیقه فروش میگیریم. باز به ماشین موندی. با فکرم باز از تو قرضدار می شدم. دیگر اکنون آسان خلاص نمی شوی جاهید.
جاهید میتوانیم بخوریم. صفیه شاید ما را تعقیب میکنند. یک مدت ملاقات نکنیم خوبتر است. اما من بسیار چیزهای مهمی گفتنی دارم. بگو. با تلفن گفتن نمی شود. پس این بگاه یک دیگر را میبینیم. خوش آمدید. مراد رو یافتید کی؟ مراد رو یافتن این کاری آسان نیست. از بی‌پروایی شما اول ایگار پس آن بران روس را از دست دادیم. من هم به مقامات بالایم حسابات میدهم. این را تو هم خوب میدانی چنانه که ما میدانیم. استخبارات ترکیه برخلاف دوره‌های پیشین ما را بسیار غم میدهد. از عهده کار نبرایید از اول اعتراف کنید. رسکال وقت زیاد ندارد. یک نقشه کشیدیم. از همه دیر امشب مراد در دست تو خواهد بود. جنابی سری می آید. جناب سری می آید. میلش بیاید. من تخمین کردم که تو را همینجا میابم. بیا تا به خانه زمستانه ما برویم. خواستم که حالا که نرفته چند با هم باشیم. مدت زیاد تو دیگر در اینجا نمیشوی. من برای تو یک بزم وداع آراستم. زنده باش دوستم، من حاضر دیگر هوای بزم ندارم. خب اگر یک دست بازی نکنیم بگذار شب عادی و دائمی بگردد دوستم. کی میداند حیات تصادف‌های زیاد دارد. من همراه جناب سری میروم. به عکیف خبر دیم؟ در کار نیست. من خودم به آنها گفته بودم.
من با تو از کودکی هم یک چیز رو گفتنی بودم، لیکن هیچ گفتن نمیتوانستم. چه گفتن میخواستی دوستم؟ من هنوز از آوان کودکی هم تو رو کشتن میخواستم. من جدی میگویم. اندکی پس من میروم و تو هنوز هم شوخی میکنی. اصلا من جدی میگویم. مدتی دور و دراز یک دیگر را نخواهیم دید. آره، کمتر پس هیچ یک دیگر رو دیگر نمیبینیم. چی گپ است؟ تو را با رسکال شناس کردنیم. این رو ببین. تو هم این رو بین؟ این رو تو دعوت کردی؟ نه، من دعوت نکردم. طبی ما رو خیره می سازد. من وضعیت رو میفهمونم. شب بخیر. شب بخیر. خانه‌دار شده اید؟ مبارک بود. تشکر. معذرت میخواهم، میفهمیدم ناراحتتون نمیکردم. این خیل نگوید، مرحمت گذارید. وای به فکرم من شما را ناخواست کمی رنجاندم. لطفاً عذر مرا قبول بکنید. بفرمایید. دینا بیگاه پلیس ها آمدند. وقتی که گفتن که یک زن و یک جوان را میکوبیم، همانا به یادم شما آمدید. یک لحظه ترسیدم. خیریت که صورتشان را نشان دادن و خاطرم از شما جمع شد. علی هم گفت، از او هم پرسیده بودند. صورتگیر گفتی و صورتهای گرفته ما به یادمان آمد. دیدن میخواهی؟ شیرینی بگیر. تشکر.
جاهید با خانم صفیه است. هیچ کس تعقیب نمی کند. امنیتشون تامین است. جاهید ارهان اگر این خواب و خیال باشد دانسته باش که دهان و بینیت را میشکنم. آکا این شمایید؟ منم جاهید. چطور آکا؟ شما از مردگان باز آمدید چی؟ ارهان بیا دستی تو را من بیبوسم. اگر حیران نمیشدی با همین دستم یک میخوراندمت. اکم حضور داره تو دستی مرا میبوسی تو. تو ارهان را بسیار انتظار نکن. پس آن همش را با تو میگویم. ارهان برای چی در آنجا نگفتی؟ طبع عبدالحی بسیار برداشته میشد. بگذار که عبدالحی شفا بیابد. اگر به او بگویی 1 دقیقه هم دیگر او را در بیمارخانه داشته نمیشود. آماده باش میرویم تیمور. تو اکنون قبرغه های شکسته را احساس میکنی. از نهادت خون جاری میشود. وقتی که شوشت به درد میدراید دیگر نفس کشیده نمیتوانی. اکنون 15 دقیقه مانده است. ده دقیقه مانده است. انا این از هنر رسکال. تنها 3 دقیقه دیگر مانده است. آخرین خواهشت را بگو. مرا سریع بکشد. آخر تو گفتی او تنها 3 دقیقه دیگر زنده میماند. خواهش آخرین برای رسکال بسیار مهم است.
бектош ту дар инҷоист. исмоил ту ҳам. مثل پیشترا و آدم را پذیرایی بکن. بیا یگان کاری خطا نکنیم. خوب فهمیدی؟ سلاحایتان را پرتایید. پرتایید گفتم. وقتی آمدم با دقت بودی؟ بله، گفته هایت را حرف به حرف اجرا کردم. من گمان نمی کنم که کسی مرا تعقیب کرده باشد. چرا در اینجا واخوردیم؟ اینجا برای ملاقات هر دوی ما بیخوف است. من از هیچ چیز نمی ترسم. ولی تو از چی می ترسی؟ دفعه گذشته میانی جنگ مانده بودیم که هرچی هست من نمیخواهم که تو ضرر بینی. تو این رو به من میگویی جاهید؟ من دختر قرخونلیم. حیات من در میان محاربه ها گذشته است. آیا نمیدونم بار نخست تو اکه را هم پرانده بوده ای؟ من هم با تو آیده اکم صحبت کردن میخواستم. اگر پرسیدنی باشه که چطور مرد دهان نکشا. هیچ چیز نمیگویم. نه من در این باره نمیپرسم. جاهید، تمامی روز فکر کردم. تو برای ستاندن انتقام اکم تنها به راه برآمده ای. من هم برای ستاندن انتقام اکم چیزی کردن میخواهم. من تو رو برای آن دعوت کردم که مصلحت بکنیم. گوش کن صفیه، میدونی برای به این راه را سپار گشتن تو را استفاده بردم. حتی نقشه آینده هم در مانستان شوالی زیاد باشد هم تو را همچون یک زن بسیار مهم استفاده کردنیم. چطور؟
агар ту ҳам мисли ман андеша дошта бошӣ, ба ман ба шавҳар баро. ба ман ба шавҳар баро? чӣ? ҷоҳид ту мефаҳмӣ чӣ мегӯӣ? ақаллан ҳаминро чуноне ки мебояд изҳор бикун. сафия, ту ҳамсари ман мешавӣ? бале. лайло занг мезанад. гӯш мекунам лайло. албатта метавонам. ҳозир як кор дорам. фаҳмидам. андак пас занг мезанам. чӣ мехоҳад? маро дидан мехоҳад. як кори муҳим мегӯяд. ҳатман бо элиф иртибот дорад. равам хуб мешавад. фаҳмидам. аммо ҳушёр бош, ба ӯ чизе нагӯӣ боз. майлаш, намегӯям. боз кайво мехӯрем? ба ту занг мезанам. کیستی؟ تو کیستی؟ جواب ده.
جاهید. این آدمان چنان میترسانند که عقلش به بازی میدراید. یک گوشش را کشیده مانند، بعد سرمان دیگر درد نمی کند. تو از ما چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ تو چی کار کردی ابرو؟ به مقصدت رسیدی اکنون. چیه بس؟ سببی مرگ دادرم تو هستی. ابرو خانم شما را مجبورم گرفته برم. مادر جان! مادر جان! پشیمان نیستم که تو را دوست ندارم. تو مرا انسانی خوب گرداندی، برایم زندگی را زیبا نمودی. با نزدیکی ویدیو کلیپ های نوی علیم جمعخان. در دیاری افسانوی دوبای. ترانه های جدید، آهنگ‌های مرغوب. دایشی کجایی چرا نزدم من فریادم رسا خیر جفا دیگر بسا خیر با فریادم رسا خیر جفا دیگر بسا خیر با سبک و اسلوبی تازه به نزدیکی دسترسی شما می‌گردد. برگشت بیاد آمن منتظرم انتظار باشید.